که به خاطر این تداخل تصویری صرفا بهتون توضیح میدم که شما مسلط بشید روش و بعد که این فایل رو بهتون دادم دیگه رو همه قسمتاش هم تسلط دارید، توضیحاتش هم شنیدید، میدونید که چیکار باید بکنید و چطوری پیش برید. پس ما دیگه اسکرین شیر نداریم. بعد میریم رو فرگمنت. ببینید تلگرام زمانی که اومد اوپن نتورک رو تون رو مرج کنه با خود تلگرام یه مشکلی براش پیش اومد. قانونگذار بهش گفتش که تو نمیتونی یه دونه ارز رو بیاری تو سوشال مدیا که 1 میلیارد نفر توشن. برای فرصت بسیار بزرگی بود و مهمتر از اون اینکه شما وقتی که این کار رو انجام میدی عملاً داری تمام سیستم مالی رو دور میزنی. یعنی شما میتونی الان بری مثلا توی کانالی هر چیزی رو بخری، میتونی دراگ بخری، میتونی اسلحه بخری، میتونی هر چیز غیر قانونی رو بخری و عملاً هیچ ساختاری نیست که جلوشو بگیره. شما مثلا کانال کافی، یک کانال مثلا با 200 تا ممبر پرایوت توش اسلحه بذاره، مثلا توی فلان جا یا دراگ بذاره و بگی که شما فقط میتونی بدی به پروفایل من مثلا تون بهم بدی و تون رو بهش بدی، اونو برات بفرسته، یا اصلا یه محتوای در واقع غیر مجاز باشه یا مثلا اصلا یه فایل هک باشه. خب شما مثلا این کارو میتونید بکنید دیگه. شما خیلی راحت میتونید برید بذارید تو کانال تلگرامتون، بعد بگید که مثلا بابت باز کردن این محتوا بعد مثلا چه میدونم 100,000 تا استارز بدید. خب یوزر چطوری میتونه استارز بخره؟ یا بعد مستقیما از اپ استور بخره که اون اپ استور استارز رو میده به حساب ایشون، دنبال این نیست که چجوری خرجش میکنه که. پس خیلی راحت میشه دور زد سیستم مالی رو. هم میتونه بره تو فرگمنت تون پرداخت کنه و استارز دریافت کنه. پس سیستم مالی که در اون تلگرامه عملاً غیر قابل رهگیریه و هر کسی هر چیزی که بخواد رو میتونه توش بفروشه. فلذا زمانی که اومد تلگرام بگه که ما تون رو میخوایم بیایم مرج کنیم توش، قانونگذار خیلی باهاش مخالفت کرد. یعنی اینطوری بود که آقا اصلا چنین چیزی امکان نداره، اصلا چنین چیزی درست نیست و نمیذاریم همچین کاری انجام بدی. منتها انجامش دادن به مرور، بردن بیسش رو گذاشتن امارات، تو دبی گذاشتن و خب اونجا هم خیلی کسی کارش گیر نداره. براشون مهمتره که بزرگترین یکی از بزرگترین سوشال مدیاهای دنیا بیس دبی داره. خب داشتم در مورد صحبت می‌کردم که چرا فرگمنت ساختن. ببین خود تلگرام مشخصا تنهایی و به صورت منفرد تنها اجازه نداشت یه سری کارها رو بکنه، اصلا در شأن خود تلگرام هم نبود. میمونه مثلا من الان یه یوزرنیم میخوام، مثلا یوزرنیم رادین تو اینستاگرام، بعد اینستاگرام به من بگه که ببین من یوزرنیم رو بعد میفروشم بعد این یه جوریه دیگه. واسه همین اومد یه وبسایتی رو ارائه کرد که میشه ترد پارتی، میشه بیزنس پارتنر تلگرام به نام فرگمنت. توی فرگمنت چه اتفاقی میفته؟ تو فرگمنت شما میتونید قسمت‌های مختلف تلگرام رو خرید و فروش کنید. در واقع فرگمنت فایننس پارتی تلگرامه. شما هر کاری که بخواید تو تلگرام انجام بدید باید برید تو فرگمنت. یه شرکت مجزاست، اما تقریبا همه قسمت‌های تلگرام، قسمت‌های خود بیس تلگرام، نه قسمت‌های مثل گیفت، قسمت‌های خود بیس تلگرام دست فرگمنته. مثلا شما میتونید مستقیما توی فرگمنت پرمیوم بخرید، شما میتونید توی فرگمنت شماره ها رو بخرید، یوزرنیم ها رو بخرید، دامین رو بخرید، استارز بخرید و خود گیفت. خب پس مدل بعدی رو ببینید، مدل تلگرام میشه فرگمنت و بعدی هم میشه گیفت. الان فکر کنم ساعت 1:01 و ما احتمالاً با این مدلی که من دارم ارائه میدم یه ذره طول میکشه. اولش بودیم ولی خب فکر میکنم تا نیم ساعت دیگه تموم میشه وبینارم، یعنی آموزشمون تموم میشه، آموزش 40 دقیقه خواهد بود. پس یه قسمت قابل توجهش میشه گیفت ها که جلوتر در مورد صحبت میکنیم که با استارز خرید میشه. خب توی مدل درآمدی چیزای مختلفی رو گفتیم، الان میخوایم در واقع با استارز شروع کنیم، یه ذره در واقع توضیحاتمون عمیق‌تر کنیم. ببینید تلگرام اومد یک ارز درون تلگرامی معرفی کرد که این ارز درون تلگرامی با اون تونه فرق داره. اون تونه ارز بلاکچینیشه. خب یه سری از کشورها، یه سری از آدم‌ها اینها به بلاکچین دسترسی ندارن. مثلا آمریکا کشوری که تقریبا دسترسی به کریپتوکارنسی توش یه ذره پیچیده است. اینطوری نیست که خیلی راحت باشه یا مثلا همه بتونن در آن واحد دسترسی داشته باشن. کد مالیاتی میخواد، اینکه داری کجا منتقل میکنی، کجا داری برش میگردونی، چقدر بردی، چقدر آوردی، تکسش چقدر، پروفیتش چقدر بوده، لاسش چقدر بوده برای تو. تمام اینا حسابرسی میشه. یا احتمالاً مثلا تو کانادا یا کشورهای این تیپی مثل یه سری از کشور اروپایی مثل انگلیس، اینها قوانین و مواضع بسیار پیچیده روی کریپتوکارنسی دارن، در خلاف ایران که اصولا هیچ قانونی در مورد کریپتوکارنسی نداره و میذاره در باز بودن فضای قانون
هر کسی وارد بشه و کار خودشون هم انجام بدن و در واقع این باز بودن فضای قانونی تو ایران به صرافی اجازه میده که بلاک نشن، چون اگه فضا باز بشه یعنی فضا بسته بشه و رگولاتوری اتفاق بیفته که مثلا نوبیتکس اینجا مارکت، مثلا والکس اینجاست، تتلند اینجاست، فلان اینجاست، خب طبیعتا اینها تحت AML قرار میگیرن، تحت FATF قرار میگیرن. همینطوری که الان هر ولتی که در واقع شما دارید از نوبیتکس باش تعامل انجام میدید ممکنه که بسته بشه. من اتفاقا دیشب یه پیامی میخوندم، امروز میخواستم روش کار کنم، تحت عنوان این بود، یعنی این بود پیامش که شروع شده و حجم بسیار زیادی از ولت هایی که با نوبیتکس در ارتباطن از 2 تتر تا اینجا مثلا من دارم دیگه 419,000 تتر، 1590 تتر، 200 کا یعنی $20 توی ولته بوده و ولتو بستن. $62,000، 38، 359، 2000 تا 0516 یعنی $516 توی ولته بوده و ولتو فریز کردن. و نکته قابل توجهش چیه؟ نکته قابل توجهش اینه که شما وقتی ولتتون بسته میشه تا زمانی که ویدرا نکنید نمیفهمید. تا ممکنه شما ولتتون فریز بشه و دوباره بهش پول واریز کنید و از بین بره. ولتتون حتما چک کنید. اگرم نمیتونید چک کنید برای رادیم بفرستید که بچه‌های رادیم ولتتون رو چک کنن، بهتون بگن که ولت تترتون آیا فریز شده یا فریز نشده. این نکته مهمه. خب داشتم برمیگشتم به این مسئله. پس فضای قانونی اینطوری اجازه نمیده که یه سری بیان و وارد تون بشن. پس اومده یک راهکار پرداخت دیگه اضافه کرده توی تلگرام تحت عنوان استارز، ستاره ها، که شما میتونید مستقیما از اپ استور، هم اپ استور آیفون هم گوگل پلی، با گیفت کارت یا با هر چیزی اگر هم خارج از ایران باشید با ویزا مستر استارز بخرید و به اکانت تلگرامتون استارز اضافه کنید. پس یه سازوکار فایننس دیگه وجود داره تو تلگرام تحت عنوان استارز که حالا خود استارز لزوما برای شما مسئله درآمدزایی نیست، ولی شما میتونید با استار، یعنی یک راه ساختار فایننس تلگرام میشه استارز، که شما با استارز میتونید چنل ها رو بوست کنید، یعنی میتونید کانتنت های مختلف رو بوست کنید. یه سری از افراد هستن، مثلا من میتونم آیدی تلگرامم همه الان به همتون بدم، ولی پیش شرطش این باشه که هر کی میخواد به من پیام بده مثلا 100,000 استارز بپردازه. و یعنی مثلا من $1000 درآمد دارم از اینکه هر کس به من پیام بده. مثلا میتونم بگم آقا مثلا آیدی من فلانه، بیام اینو مثلا تیلور سویفت بیاد اعلام کنه یا مثلا چه میدونم هر کسی، و بگی که خب اوکی حالا هر کی میخواد به من پیام بده بیاد انقدر بده و من مستقیم جوابشو میدم. و مثلا ممکنه مثلا 100,000 نفر یهو پیام بدم و ایشون مثلا $10 میلیون یهو در بیاره. چه فرصتی وجود داره ولی اینفلوئنسرها اصلا استفاده نمیکنن ازش، چون خیلی نسبت به فیچرهایی که تلگرام داره آگاه نیستن. مثلا ممکنه یه بازیگری بره و مثلا 6 ماه روی پروژه کار کنه که 1 میلیارد بگیره، ولی انقدر بازیگر محبوبی نمیدونه که اگه مثلا یوزرنیم تلگرامشو بذاره تو سوشال مدیاش، تو اینستاگرامش، بگه که من خودم جوابتون رو میدم و فقط بابت پیام دادن و بعد مثلا 50,000 استارز بپردازید. خب یه حجم بسیار زیادی از طرفدارانش میرن میپردازن و بهش پیام میدن و این کافی جواب بده. این از نظر عرفی هم خیلی مشکلی وجود نداره، ولی خب یا مثلا 3 برابر پولی که میخواد توی فیلم اجرا کنه رو توی یه دونه مثلا پیام به دست میاره. پس استارز قابلیت مختلفی میده، از بوست چنل به شما میده. شما میتونید استارز بدید به اعضای چنلتون که باعث میشه ریت کانالتون بره بالاتر و خب باعث برندینگ میشه، باعث افزایش وفاداری مخاطبینتون میشه. با استارز که جمع آوری میکنید میتونید تبلیغات سفارش بدید. تبلیغات هم 2 مدل داره، یا کف کانالا تبلیغاتتون رو ست میکنید یا توی سرچ تبلیغاتتون رو انجام میدید. مثلا میرید سیو میکنید که مثلا میرید تبلیغات میچینید، میگید آقا هر کسی تو تلگرام کلمه پوست رو سرچ کرد کانال منو بهش نشون بده. اونم میاد میگه خب اوکی مثلا در ازای 10,000 بار سرچ من انقدر مثلا چه میدونم مثلا $90 از تو میگیرم. این نظر من خیلی بصرفه است. این نظر من تمام کسب و کاری که تو ایران امروز خیلی پتانسیل دارن که از تلگرام خلق درآمد کنن، منتها با قسمت مختلف تلگرام آشنا نیستن، یعنی با همین چیزایی که امروز من دارم بهتون میگم آشنا نیستن. وگرنه مثلا به اینکه مثلا شما بری یه وبینار، بری مثلا یه دونه بیلبورد بدی توی مثلا چه میدونم توی بزرگراه توی اتوبان سریع چاره بسیار مهم و مثلا بابتش ما 1 میلیارد پرداخت کنیم، اون 1 میلیارد اگه بذاری تلگرام تبلیغات هدفمند بکنی با استارز، با تون، با تلگرام ادز، تقریبا میتونی مثلا شاید 100 برابر اون رونیو برداری. خب اینا فرصت دیگه، یعنی شما به عنوان کسی که میتونید این کارو انجام بدید میتونید برید اینو معرفی کنید، بگید آقای کسب و کار من میتونم برات کاری کنم. هر کسی الان مثلا 80 میلیون نفر 70 میلیون نفر ایرانی تو تلگرامن و یه حجم بسیار زیادی چنل دارید. مثلا
شما هیچ وقت نمیتونید تو کانال BBC فارسی تبلیغ کنید که یکی از معتبرترین کانال تلگرام فارسی. شما هیچ وقت نمیتونید BBC فارسی تبلیغ کنید، ولی میتونید مستقیما به تلگرام اد بزنید من BBC فارسی رو میخوام یه هفته روش تبلیغ کنید. و مثلا بعد اونجا تبلیغ مثلا کانال خودتون رو بکنید. که مثلا این بعد بنویسید مدیر BBC فلان. میدونید چه بهتون. حالا چند تا فرصت دیگه هم میخوام بهتون بگم، اون خیلی خفن تر. پس با استارت میتونید هدیه بدید، چنل رو بوست کنید، برای اکانتتون بذارید. با استارز میتونید گیفت بخرید، اون گیفت هایی که قیمتش میره بالاتر و گیفت NFT میشه، اینها در پیش فروش همشون رو باید با استارز بخرید. یعنی شما در پیش فروش گیفت نمیتونید با تون، با ریال، با تتر، با بیت کوین نمیتونید بخرید، فقط باید با استارز بخرید. چرا؟ چون خود تلگرام گیفت ها رو برای اولین بار یه عبارتی داره، عبارت خاص خودش هم هست، مال خودشون هم هست، بهش میگن سورپرایز دراپ. یعنی اون ایردراپ رو برداشتن کردن سورپرایز دراپ. یعنی شما نمیدونید که در یک تاریخ نامشخص، در یک زمان نامشخص یک کالکشن گیفت باز میشه که اون کالکشن ممکن خیلی گرون بشه و شما میتونید اون کالکشن ها رو فقط با استارز بخرید. حالا جلوتر در مورد صحبت میکنیم. پس با استارز میتونید کار مختلفی بکنید، اوردر اد بدید و کانورت تو تون کنید. هر چقدر هم که در واقع استارز دارید تبدیل کنید به تون. حالا نکتهش کجاست؟ این به نظرم کامل سیستم مانی لاندرینگه. مثلا شما دارید تو انگلیس زندگی میکنی و میخوای یه پولی بدی مثلا به القاعده، حالا میبندن همه سیستممون رو جمع میکنن، داریم مانی لاندری یاد میدیم به بچه‌ها. یه پولی رو میخوای بدی به القاعده، حالا میگم القاعده چون اصلا خیلیتون نخواهید بهش پول بدید. شما میری $100 $200 $300 اپ استور تو شارژ میکنی. اپ استور شارژ کردن که تو انگلیس کاری نداره که ردتون هم نمیتونن بگیرن. $300 اپ استورتون رو شارژ میکنید، بعد $300 میبرید تو تلگرام، باش استارز میخرید میبرید تو تلگرام، از استارز میزنید به فرگمنتتون، تو فرگمنتتون تبدیل میکنید به تون رو مستقیم میدید به القاعده. بعد اون دیگه تون رفته تو حساب القاعده از یه اکانت فرگمنت که فرگمنت هم دیتا شما رو نمیده چون غیر متمرکزه. شما هم با تون این کارو کردید. حتی اگه بخواید یه مرحله ناشناستر آنانوتر باشید و کامل دیگه سیستم مالی دور بزنید، میتونید با شماره ناشناس تلگرام کار بکنید که دیگه عملا هیچ کس نمیدونه شما کی. شما الان دیگه شماره رو اکانت تلگرامتون وجود داره. اگه برید بدون پرایوت نامبر تلگرام بخرید که میشه مثبت 888 اونم رو بلاک تندر دیگه عملا هیچ کس نمیدونه شما کجایی. پس تلگرام خیلی قابلیت داره، شما خیلی کارا میتونید با تلگرام بکنید که احتمالاً نمیدونید. خب پس این در مورد استارز بهتون یه ترفند پوشویی هم یاد دادم که بشین استفاده کنید. امیدوارم که هیچ وقت لازم نباشه استفاده کنید. بعد برمیگردیم روی مینی اپ ها. خب توی مینی اپ ها همون اول در موردش صحبت کردم، گفتم که وب ویو، یه دونه اپلیکیشن وب ویو که شما میتونید روی بستر تلگرام ادش کنید، جامعه مخاطبینتون رو بهش هدایت کنید یا اصلا بگید که آقا رفرال بدید، پلن رفرال بچینید، با استارز مرجش کنید، با تون مرجش کنید، با ماجور مرجش کنید و افیلیت بدید، با چنل های مختلف کلی یوزر بگیرید. و به نظر من آیدیایی که هنوز تو ایران کسی در موردش حرف نزده، ایرانی استفاده نمیکنن ازش، وگرنه مثلا علی بابا اگه میومد مینی اپ میاد خیلی جذاب بود، دیجیکالا ایزن همینطور. حالا شاید به خاطر رگولاتوری موجود این کارو نمیکنن، ولی شما همتون میتونید هم پرووایدر این سرویس ها باشید، هم میتونید این سرویس ها استفاده کنید و کلی کار دیگه میتونید انجام بدید. کانکت تو تون میشه، سیستم درآمدی کاملا مجزا داره، شما به ریال نیاز ندارید و هر چیز دیگه ای که میتونید روش داشته باشید، اپ، دیفای اند ای تی سی، هر کاری دیگه ای رو بخواید میتونید روش انجام بدید. پس این هم در مورد مینی اپ ها. خب حالا برمیگردیم به اون رسته اصلیمون که اگر این در واقع آخرین رسته ارائه‌مونه و در واقع همه چیز رو ما اینجا می‌خوایم جمع کنیم. برمیگردیم میریم توی فرگمنت و سولوشن های مختلف رو توش ارائه می‌کنیم، از شماره ها، یوزرنیم، دامین، گیفت و استارز و آخرش هم یه دوتا، یعنی این سه تا پارت وبینارمون به نظر من مهمترین پارت های این وبینار. قبل از اینکه من در واقع بخوام اینها رو باز کنم و در مورد اینها صحبت کنم، یه نکته رو من اینجا بهتون بگم که من یه ایده‌ای دارم، یه ایده خیلی بزرگ که به نظر من مسیر صنعت کریپتو تو ایران تغییر میده. به نظرم که نه، واقعا تغییر میده و چیزی که شاید سالها دلم می‌خواسته که تدریسش کنم ولی هیچ وقت به خودم اجازهش رو ندادم تدریس کنم و شاید آخرین چیزی باشه که دلم میخواد تدریس کنم و پولسازترین موضوع و تا لحظه‌ای هم که تصمیم نگیرم، یعنی لحظه تا زمانی که نرسه وقتش نمیگم میدم چیه، چون مطمئنم مورد حمله قرار خواهم گرفت و انقدر آیدیاش و درآمدش زیاده که
من به شدت ذوق دارم براش و کریپتو استارز رو شما خواهید شنید از این به بعد، چه در رادین چه در خارج از فضای رادین. بس کریپتو استارز یادتون باشه. آخر وبینار شاید کوچولو بگم کریپتو استارز به کدوم سمت میره. خب برگردیم روی وبینارمون. روی فرگمنت که فایننس پارتی آف تلگرامه، شما اولین چیزی که خیلی برامون جذابه و میتونید روش انجام بدید بای نامبرز. ببینید اکانت تلگرام شما همین الان به شماره متصله. حالا ممکنه شماره 938 تون باشه، 912 تون باشه، 915 تون باشه، 913 تون باشه، هر شماره دیگه که این قابل رهگیری سازمان اطلاعاتی، سازمان امنیتی، اصلا یه چیز دیگه. دقت کردید مثلا شماره بذارید یه ذره برام عقب‌تر، یه ذره دورنمام رو بزرگتر کنم و تصویر بزرگتری بهتون ارائه بدم. ببینید شما چرا خط 912 کد یک گرونتر می‌خرید؟ یا اصلا چرا همچین چیزی رو میفروشم؟ چرا مثلا میگن خط مثلا فلانی، خط مثلا آی بابک زنجیری 912 با قیمت مثلا 70 میلیارد. خب به خاطر اینکه شما وقتی توی سوسایتی داری زندگی میکنید، توی جامعه داری زندگی میکنید، طبیعتا اینکه کی چه جوری از بقیه یه ذره متفاوت‌تره، بهتره یا متمایزتره یا برتره یا هر چیز دیگه توی زندگی دیجیتال به ما کردیت میده. ببینید یه زمانی کردیت ما این بود که ماشین زیر پامون خیلی متفاوت باشه، مثلا البته هنوزم هست و خب به هر حال صنعت خودرو صنعت مهمیه، ولی علت این که یه ماشین میشه بنز و لایف استایل رو با تعریف میکنن و یه ماشین میشه تویوتا که عمر داره و شما از مدل انتخاب من میفهمید که من وقتی که بنز رو انتخاب میکنم یعنی ماشین لوکسی رو انتخاب میکنم که ممکنه هزینه‌اش زیاد باشه و من از پسش برمیام و این نشان دهنده توانایی و توانمندی مالی منه. یه نکته‌ای که وجود داره، پارادایم داره شیفت میشه و ما هممون داریم تمایل پیدا میکنیم به اینکه تو زندگی دیجیتال باشیم. احتمالاً خیلی از ماها تایمی که در طول روز تو تلگرام یا اینستاگرام میچرخیم و میگذرونیم بیشتر از تایمی که تو خیابون میگذرونیم. فلذا اینکه ما چطوری دیده بشیم توی تلگرام خیلی مهمتر از اینه که ما چطوری دیده بشیم توی خیابون. شما یه شخصیت سوشال دارید و به نظر من رفته این بیشتر میشه و هممون هی مدام کشیده میشیم در زندگی دیجیتال. حالا یک پروفایل دیجیتال داریم هر کدوم ما. اینکه پروفایل دیجیتالمون چقدر میارزه این دلیل اصلی پدید اومدن گیفت های تلگرامه. یک جامعه که 1 میلیارد نفر توش حاضرن، تقریبا هر کسی که شما تو ایران میشناسید تو تلگرام حضور داره و زمانی که تو میخوای بهش پیام بدی اون پروفایل تو رو میبینه. حالا تلگرام میاد یه در واقع فضای اقتصاد رفتاری رو باز میکنه، تحت عنوان اینکه شما میتونید پروفایلتون رو کاستومایز کنید، میتونید چیزهایی رو به پروفایلتون اضافه کنید که منجر به تمایز شما با یک یوزر عادی تلگرام بشه. الان به نظر من توی زندگی دیجیتال این خیلی لوکس داره که شما مثلا یک پروفایل تلگرام داشته باشید که چند تا گیفت خیلی لوکس داره و بک‌گراند لوکس داره و یک مثلا گیفت آرشیو لوکس داره و با اون پروفایل به یک نفر پیام بدید و همزمان پرمیوم هم باشید، با اون پروفایل به یک نفر پیام بدید تا اینکه مثلا عکس پروفایلتون عکس آیفون 13 باشه، عکس آیفون باشه. قبلا اینطوری تعریف میشد، الان اینطوری تعریف میشه که تو چه گیفتی رو پروفایلته. ببینید وقتی که اون فضای NFT خیلی ساده قابل اجرا رو ما منتقل میکنیم به فضای تلگرامی که روش 1 میلیارد نفر حضور دارن، طبیعتاً فضا متفاوت میشه دیگه، میشه فضای لاکچری بازی. حالا اومدن توی این فضا برای اینکه بازی NFT تکرار نشه اسمش رو عوض کردن و اسمشون گذاشتن گیفت و المان‌هایی رو تلگرام به شما میفروشه و المان‌هایی رو شما تو تلگرام میتونید معامله کنید که خاصن، که این خاص بودنه توجه به دست میاره، که این خاص بودنه برندینگ میکنه شما رو، که این خاص بودنه رو مردم حاضرن بابتش پول بدن. مثلا من بابت کانال ستن نصیری کپی ترید رادین آیدی کپی آندرلاین ترید رو رفتم مثلا 500 800 دلار خریدمش. پس عبارتایی وجود داره که مردم حاضرن بیان بخرنش. برمیگردم عقب‌تر، اینکه شما چه شماره تو تلگرامتون باشه هم مهمه. مثلا شما میتونید از شماره 912 استفاده کنید، یه فرقی وجود داره دیگه، مثلا بین شماره 0902 736 1197 با مثلا 912 110 1012 یه فرقی وجود داره بین این دو تا دیگه. اونی که اونو داره با اونی که اینو داره یک تفاوت برخورداری داره نشون داده میشه. حالا اگه بریم مثلا شما تلگرام تیم باشه که 908 مثبت 888 مثلا 88 76 مثلا 65 43 همینجوری 76 543، خب این طبیعتا خاص‌تره دیگه. پس تلگرام ما شماره ناشناس رو ارائه داد که فقط میتونید باش تلگرام داشته باشید
به هیچ وجه قابل رهگیر نیست، هیچ جا مسدودش نمیتونه بکنه و شما کافیه یه بار بخریدش. پس اومد شماره تلگرام رو اندازی کرد. دو سال پیش ارائهشون کرد رو فرگمنت با پیش فروش دونه‌ای $27. شاید سوال باشه براتون الان قیمت شماره تلگرام چقدره؟ $2700. یعنی شما بابت هر شماره‌ای که 2 سال پیش $27 بوده الان $27000 پول بدید. ببخشید $2700 پول بدید. و نکتهش اینجاست، اگه برید تو فرگمنت و توی مزایده‌هاش حضور داشته باشید، یه سری از شماره‌هاشو میتونید خیلی ارزان‌تر بخرید. مثلا میتونید $100 $150 $70 $80. یکی پول لازمه سری میخواد بفروشه، بخریدش $100 و ممکنه که بیا شماره روند بفروشه و شما شماره روند رو یا هولدش کنید، براش پروفایل بسازید و نگهش دارید، اینکه تو والتتون نگهش دارید، یعنی توی تولکیپرتون شماره تلگرامی باشه و از اونجایی که شماره تلگرام تعداد محدودی ان و تعداد کاربرای تلگرام هر روز دارن بیشتر میشن و وب 3، یعنی این تمام فیچر کریپتوکارنسی داره میاد تو تلگرام، احتمال اینکه شما بعدا شمارهتون خیلی بالاتر بتونید بفروشید وجود داره. واسه اینکه چقدر شماره یونیکی میتونید داشته باشید، چه بسا که سیفه، یعنی هیچ کس نمیتونه تلگرام شما رو باز کنه، نور برندینگ میشه براتون و خب ارزش داره. پس میتونید برید تو فرگمنت شماره مزایده‌ای رو با قیمت کمتری بخرید و توی مارکت پلیس متفاوت مثل خود اپ مارکت که توی تونکیپر وجود داره با قیمت بالاتری بفروشیدش. مثلا من فکر می‌کنم تو فرگمنت ما در واقع داشتیم که با قیمت خیلی کمتری میتونستی شما اینو بخرید، بعد برید توی مارکت پلیس خود مارکتتون رو با قیمت خیلی کمتری بفروشید. پس این یک استراتژیه. مسئله بعدی که نظر من یک راهکار بسیار مهمه، مسئله یوزرنیم هاست. توی مسئله یوزرنیم ها شما هر یوزرنیمی رو میتونید بذارید برای فروش. با تفاوت استراتژیشو من خیلی ساده میگم که وبینارمون خیلی طولانی نشه وصلتون سر بره. ببینید شما زمانی که یک یوزرنیم رو تو تلگرامتون اد میکنید، یعنی اگر یوزرنیم اگر خیلی یوزرنیم خاصی باشه، احتمالاً تلگرام خودش از پیش رزروش کرده، یعنی احتمالاً 70% یوزرنیم های خاص توسط تلگرام رزرو شده و شما میتونید برید با $100 اون یوزرنیم رو بخرید. نکته اول. نکته دوم، یه سری یوزرنیم ها هستن که هنوز رزرو نشدن. شما میتونید تا 10 تا یوزرنیم رو برید سیو کنید، یعنی برید کانال های مختلف بزنید، یوزرنیم ها رو اونجا سیو کنید. مثلا بیت کوین، مثلا کاتگوری بیت کوین مگزین، بیت کوین نمیدونم فلان اکسچنج و هیچ از اینایی هم برای شما نداره. پس میتونید یوزرنیم های خاص رو برید سیو کنید و بعد از 2 هفته بتونید اجازه بدید اینا رو برای فروش بذارید. اینا رو خیلی قشنگ لیست میکنید و ممکنه یه نفر بیاد و اونها رو بخره از شما. پس از این حرکت رایگان شما میتونید بفروشید. نکته اول. نکته دوم، یه سری یوزرنیم ها هستن که همین الان فرگمنت با حداقل قیمت $100 لیستشون کرده و شما میتونید برید اینا رو بخرید و بعدا به صاحبان کسب و کار بفروشیدشون. مثلا یه تیپ من بدم، الان 600 نفر اینجا، این به هر کسی که رسید نوش جونش، آیدی تلگرام تپ TAPC $100 رو فرگمنت، اینو برید بخرید. بعد زنگ بزنید به تلگرام، بگید آقا من آیدی تلگرام، زنگ بزنید به تپسی، بگید من آیدی تلگرام تپسی رو دارم، میخواید ازم بخریدش؟ یعنی چقدر؟ شما بگید مثلا بهشون $1000. یه شرکت چند میلیاردی قطعا $1000 میده اون از شما بخره. پس هر کی الان زودتر حرف من شنید بر تو فرگمنت تپسی رو بخره. $100. من اینو چکش کردم، اتفاقا اینجا توی مثالام هم بود و خیلی کسب و کارهای دیگه. شما میتونید برید تو فرگمنت آیدیشون رو بخرید، چون اینها مجبورن بیان تو تلگرام بعد بهشون بفروشید. خب اینا مدل پول در آوردن دیگه، خیلی هم به نظر من جذاب و باحاله. طبیعتاً یوزرنیم های خاص‌تر و یونیک‌تر مثل یوزرنیم فارسی، یعنی ادساین فارسی، مثل یوزرنیم مثلا بلو، مثل یوزرنیم ایران، مثل یوزرنیم چه میدونم پول، تتر، اینها چیزهایی هستند که تو سرچ بیشتر دیده میشن، برندی که بهتری برای شما دارن، جذابیت بیشتری دارن و شما اینا رو میتونید بگیرید. و زمانی که رفتید یوزرنیم های مختلف رو خریدید، مثل تپسی، مثلا اسنپ فود، مثلا چرم مشهد، مثل ماهان ایرلاین و تمام اینها، همشون رو توی یک کانال لیست کنید و اعتبار همشون رو بدید به یک کانال و زمانی که اینها بیان اینا رو سرچ کنن میبینن که آقا شما اصلا یک کانال دارید که توش مثلا 70 تا یوزرنیم خاص خریدید. یعنی شما همین الان با $1000 میتونید برید مثلا 20 تا یوزرنیم تراز ایران رو بخرید. همین امروز میتونید این کارو بکنید و بعد اینا رو وصل کنید به یک کانال، اسم کانالشون هم بذارید مثلا چه میدونم یوزرنیم مثلا پارتی و بعد مثلا اونی که میاد سرچ میکنه کانال شما رو میبینه و میفهمه که شما فروشنده اید، بهتون پیام میده و شما اونا رو بهشون 10 برابر قیمت میفروشیدش. یعنی همین الان کسی حاضر باشه آیدی رادیو رو به من بفروشه، من حاضرم $5000 ازش بخرم.
در صورتی که خودش رایگان ست کرده. اوکی، پس یوزرنیم چیزی که شما میتونید از پول در بیاری و هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره و به نسبت رونیویی که براتون ایجاد میکنه بسیار کم هزینه است. و من اگه واقعا بخوام بگم که اینجا یه سوپر فرصت بگیم، دامنه های تلگرامه، دامین هاشه، یعنی شماره هاش از $27 شد $2700. دامین هاش امروز مفته. دامین های تلگرام، دامین های روند تلگرام قیمتشون الان 1 تونه، یعنی $4 $5. یعنی شما $50 بزنید به تون کیپرتون، میتونید برید باش مثلا حداقل 60-70 تا دامنه روند بخرید. مثلا دامنه بیت کوین دات تون رو بخرید. دامنه مثلا چه میدونم، حالا اینجا مثلا من اگه برم تو فرگمنت هم احتمالاً میتونم بهتون چند تا دامنه‌شون بهتون بگم اگر اینترنت داشته باشم که دارم خدا رو شکر. مثلا تلگرام اد واو پدیش چقدر ارزونه. تلگرام اد دات تون قیمتش 1 تونه. آقا بچه‌های رادین، بچه پشت سر بدین رو بخریدش، این خیلی قیمتش خوبه. یا فرم دات تون، بانکینگ دات تون 85 تاست، انمی دات تون، کریپتو پی دات تون، اینم من میخوام 12 تون، کریپتوریوم 5 تون، کریپتو دمون. من فکر میکنم مثلا شما اینا رو میتونید مینت کنید. یعنی مثلا من بیام یه دونه دامنه اینجا بزنم مثلا پول دات تون، نیست، ندارتش، ولی باید سرچش کنم که چطوری، یعنی باید برم میذاره تحقیق کنم در موردش که چطوری میشه اصلا یه دامنه اختصاصی create order. اینو من تحقیق میکنم در موردش، بعد تمام کامل یاد گرفتم که چطوری دامنه رو بسازم، چون اینجا من الان میتونم دامنه رو بخرم و معاملهش کنم و بالا پایینش کنم، اما اینکه چطوری دامنه رو بسازم رو واقعا بلد نیستم و هر موقع یاد گرفتم بهتون میگم. ولی نکتهش اینجاست که خب خیلی اینا مفته، یعنی یه حجم بسیار زیادی دامنه مفت وجود داره که شما کافیه برید توی فرگمنت بذارید به این شکلیه تون کیپر، بعد میرید تو بروز، بعد میرید تو مارکت اپ، بعد میرید تو قسمت فرگمنت، اونجا کالکشن ها رو نوشته آنونیموس تلگرام نامبرز، تلگرام یوزر نیمز و تون دی ان اس دامینز که شما تون دی ان اس باید بخرید. خب یوزر نیم ها که طبیعتا قیمت بالایی دارن، ولی شما میتونید روشون سرمایه گذاری کنید. یوزر نیم خاص رو میتونید بخرید. مثلا همین الان من یه دونه آیدی الان اینجا دیدم، دکس با 3 تا ایکس، قیمتش 112 تونه که مینیممش هم 50 تون. شما میتونید اینجا اوردر بذارید. خب دکس یوزرنیمیه که شما میتونید اصلا یه دونه صرفی غیر متمرکز بذارید، اسمشو بذارید دکس که اصلا بفروشیدش و میتونه قابل توجه باشه. و یه عالمه از این دامنه ها وجود داره که مثلا بیباک، بیتیکس، بیت لب قیمتش $200، بیت ترید باحاله 100، اینم قیمتش $300. کریپتو برو، حالا باید بگردید توشون دیگه. شما فکر کنید دیگه چند میلیون یا چند میلیارد دامنه وجود دارن که اصلا شما میتونید اینجا بگید آقا مثلا من میخوام دامنه های مثلا کاتگوری کریپتوکارنسی رو ببینم یا هر چیز دیگه. پس یه ذره تصویرها رو با هم دیگه ثابت کنیم، ببینیم داریم در مورد چی صحبت می‌کنیم. شماره ها رو بهتون گفتم، یوزرنیم ها رو بهتون گفتم، مثل تفسیر دامین ها رو بهتون گفتم. میریم سر وقت گیفت ها که میتونن تا 30 برابر 40 برابر هم بعضی وقتا ارزش گذاری بشن، مثل پلاش پپر. اولا بهتون گفتم اینها یه قسمتی داره تلگرام توی ستینگ که برید که فقط باید پرمیوم باشید که این قسمت براتون فعال بشه، تحت عنوان سند گیفت. سند گیفت رو میزنید، خودتون انتخاب میکنید، بعد اونجا تمام کالکشن های NFT و گیفتی که تلگرام داره و میخواد ارائه بده اونجا هست و سورپرایز میشید. یعنی ما نمیدونیم که کی قراره کالکشن بعدی بیاد، شاید همین الان که ما تو وبیناریم کالکشن بعدی بیاد، الان قیمتشون مثلا دونه $10 باشه و 6 ساعت بعد قیمتش بشه $1000 ممکنه. پس یه سری کانال روسی وجود داره، ما که کارمون این نیست. یه سری کانال روسی وجود داره تحت عنوان گیفت آلرت که میتونید تو این کانال روسی عضو بشید. اگر پرمیوم باشید اوتو ترنسلیت کنید که زبان انگلیسی بشه یا زبان فارسی بشه اصلا، و در لحظه میفهمید اونا میگن که کی گیفت میاد. خب گیفت ها چطوری میخرید؟ استارت میزنید به اکانت تلگرامتون، حالا یا با اپ استور یا با تون که اونم دوباره تو فرگمنت میتونید بخرید بزنید، یه یوزرنیمتون رو میزنید، چه تعداد استارز مثلا 1000 تا میزنید انجام میشه و تمام میشه. استارز بزنید به اکانت تلگرامتون و بعد برید و سورپرایز دراپ شید و بگیرید. وقتی که
اون گیفت رو میگیرید یه گزینه‌ای داره مثلا 100 تا استارز بیشتر بدید و آپگرید بشه توی در واقع حالتی که خاص بشه. شما این کارو میتونید انجام بدید. پس آپگرید تو کالکتیبل هم باید انجام بدید و همین هولش کنید تا زمانی که برید توی مارکت پلیس های ثانویه مثل مارکت و تونل بذارید برای فروش. داره ترند اتفاق میفته و ترندهای خیلی متفاوتی اتفاق میفته. مثلا الان اسنوپ داگ خیلی جدی خوابیده رو گیفت تلگرام، بسیار جدی داره سعی میکنه که از گیفت تلگرام پول در بیاره و به نظر منم احتمالاً میتونه این کارو انجام بده. 4-5 تا کالکشن داده و مدام داره در موردشون مصاحبه میکنه، در موردشون حرف میزنه و کالکشن های آقای اسنوپ داگ هم کالکشن خوبی ان. یه کالکشن دست داره که فکر کنم یه المان اینطوری داره، یه دونه کالکشن ماشین داره، یه کالکشن سیگار داره، یه دونه کالکشن کیسه زباله داره و فکر کنم همین یه کالکشن سگ هم داره که داره اینطوری میکنه که مثلا خب شما میتونید برید اونو بخرید، از سیگارش بخرید. خب هم برای پروفایل دیجیتالتون خوبه، هم برای سرمایه گذاری خوبه. حالا قیمتش الان دقیقاً یادم نیست. اینکه توی گیفت ها دوباره مثل NFT ها همون مسئله که توی NFT ها داشتیم، بک‌گراندش مهمه، بک دراپش مهمه. یعنی تو بک دراپ چه المانیه، چه عکسی روی بک دراپ شماست. مثلا من یه دونه سیگار خریدم، وینتیج سیگار خریدم برای پروفایل خودم که مثلا بک‌گراندش عکس مثلا گرگ. این که بک‌گراند این پروفایل تلگرام منه. خب یه سری المان‌های کنار پروفایلم هست اینجا که اون ساعته یه سری المان‌هایی هم کنارشه، المان‌های ریزی تو بک‌گراند، به اونا میگم بک دراپ. اینکه طرح بک دراپ ها چی باشه رو قیمت گیفتی که به شما میدن تاثیر داره. یعنی شما میتونید گیفتی بخرید که بک دراپش هر چقدر متمایزتر باشه، خاص‌تر باشه، گرونتر قیمت گذاری میشه. و رنگ، هر چقدر رنگ بک‌گراند تیره‌تر باشه، گیفت خاص‌تر و گرونتره. و ترجیحاً برید سراغ گیفتایی که بک‌گراند مشکی دارن، اونیکس بلک دارن، سرمه‌ای دارن، گری دارن یا رنگ‌های تیره دارن. اینها اصولاً گرونتره. داشتیم در مورد گیفت‌ها صحبت می‌کردیم که بک‌گراند و بک‌دراپشون خیلی مهمه، شیپ خود گیفت هم خیلی مهمه. اینا هم دوباره راریتی دارن که در واقع کدومشون خاص‌تره، کدومشون متمایزتره که رو هر کدومشون کلیک کنید میزنه چند درصد ازش وجود داره، چند درصد شباهت بین بقیه‌شون وجود داره. خب همشون رو با تو میتونید بخرید، توی مارکت میتونید بخرید، توی تونل میتونید بخرید، توی خود گیفت شاپ تلگرام میتونید بخرید. گیفت شاپ هم وقتی اینطوریه که وقتی اولین بار عرضه میشه بعدش دیگه بقیه میتونن بیان تو گیفت شاپ بذارن برای فروش. از افراد هم میتونید بخرید، یعنی یه گیفت خاص ببینید، به طرف پیام بدید، باش مذاکره کنید که اونرش رو میزنه و بهش پیام بدید، بگید آقا مثلا شما این گیفت رو دارید، مثلا قیمتش انقدر، من حاضرم انقدر بهتون بدم، اینو به من بدید. فکر کنم که $2000 گیفت خریدم برای پروفایل دیجیتال پروفایلم و حالا هم توش وینتیج سیگاره، هم توش سوئیس واچه، هم توش چند تا چیز دیگه است. حالا احتمالاً برام از کالکشن اسنوپ داگ هم بگیرم. الان فکر می‌کنم کردیت بیشتر با اون اینه که NFT بیشتر رو پروفایلش داشته باشه. گیفت هم بهتون گفتم که تو بلاک چین هم گیفت آلرت هم بهتون گفتم، فری گیو اویز هم که تو مارکت بود اصلا ریلش رو براتون گذاشتم. و اینم بهتون بگم که شما میتونید برای چنلتون هم فری گیو اویز بذارید، حجم بسیار زیادی یوزر روسی بگیرید. یعنی شما اگر همین الان یه گیفت $200 گیو اوی کنید رایگان تو کانالتون، احتمالاً تا مثلا 3-4 ساعت آینده چند هزار تا، شاید 10,000 تا 15,000 تا یوزر بگیرید. من یادمه یه بار اولین بار خیلی تستی یه دونه گیو اوی گذاشتم تو کانال رادین، چون بچه‌های رادین بیان تو شرکت کنن. 30,000 تا روز تو کانالم عضو شدن و اصلا خود گیفتم رسید به یه روز. بچه‌های ایرانی هست، بعد میرفتی دکمه‌شو میزدی، بچه‌ها ما تنبلن اصلا همش، بعد لقمه رو بزنید دمش نمیدونم. من 3 تا گیفت دادم تو کانال، هر 3 تاشو روسا برد. خب و بعد میتونید با یه گیفت مثلا با $1000 یک جامعه 100,000 نفره از روسا جمع کنید دور خودتون، بعد کانال بذارید، محتوای کریپتویی بهشون ارائه بدید، بعدم مثلا یه دونه نمیدونم آدم بدی نباید باشه و خب خیلی کار میتونید بکنید دیگه. برید به جامعه روس چی میتونید بفروشید، اگه میتونید به جامعه روس کار کنید، برید گیو اوی بدید، 100,000 نفرشون رو با هم دیگه بگید. بعد استارز که برای چنلتونه، استارز در موردش مفصلا صحبت کردم و کارمزدهای گیفت ها رو شما باید با استارز بپردازید. حالا اگه میخواید گیفتی رو منتقل کنید، اگه میخواید گیفتی رو دریافت کنید، اگه میخواید گیفتی رو بپوشید، بفروشید، هر کاری میخواید بکنید،
و با استارز دریافت کنید که اگر هم استارز ندارید به بچه تلگرام به بچه رادین بگید براتون استارز بزنن، مشکلی نداریم ما. دو تا نکته دیگه بگم و این وبینار رو جمع کنیم. یک، اینکه شما با ماژور میتونید برید اشتراک بپردازید، بیزنس کارت بگیرید ازش و کانالتون رو وریفای کنید که به نظر من جذاب. این خدماتتون میتونید به خیلی از مردم ایران بفروشید که کانالشون رو وریفای میکنید، ازشون مثلا ماهی $700 ماهی $1000 بگیرید، بعد بهتون ماژور این کارو انجام بدید و این خودش میتونه خدمات باشه، بفروشیدش به هر کسی. اصولا مردم بلد نیستن دنبال چیزا نیستن. و استیکر هاست که الان داگز اولین استیکرش رو داده، یعنی یک کالکشن استیکر داده که شما برای استفاده از اون استیکر باید استیکر خریده باشید. خیلی چیز ارزشمند کولی نیست که من بخوام در موردشون صحبت کنم و اینها تمامش توی اون تلگرامه، یعنی شما تلگرام داشته باشید. یه چیزی بود، اون گیو اوی هم که گفتم تو ریل موردی صحبت کردم، اون گیو اوی ها رو هم خیلی کانال تلگرام وجود داره که دارن گیو اوی میکنن، خیلی زیاد. یه دونه اکانت تلگرام بردار، برو تو همشون شرکت کن، روزی نیم ساعت برو تو همشون شرکت کن. ماهی یه دونه گیفت $50 که بهت میافته، که ماهی گیفت $100 که بهت میافته، که شاید مثلا واقعا بهتون بگم روزی مثلا 200 کانال دارن گیو اوی میدن. خب اوکی باشه، من میگم اصلا جمعیتم زیاد. تو ایران کسی این کارو انجام نمیده. یه دونه اکانت تلگرام میخواد، یه دونه اکانت تلگرام میخواد. و اینم بهتون گفتم، داگزم بهتون گفتم، تلگرام وریفای رو هم بهتون گفتم که با ماژور انجام میشه تو مینی اپ ماژور، که اگه یادتون باشه اون اوایل مثلا توی بازی تلگرام ماژور هم اومد یه سری کارا کرد و خیلی به هم ریخت و شلوغ. و همین نکته دیگه هم وجود نداره. خب به نظر من الان تمام تلگرام رو بهتون یاد دادم، مدل درآمدی تلگرام. ببینید عموم مردم ایران در مورد تلگرام اطلاعاتی ندارن که انقدر میشه ازش پول در آورد. شما هم خودتون میتونید از اینا استفاده کنید، از یوزرنیم ها، از شماره ها، از دامین ها، از گیفت ها، از پیش خرید گیفت ها، از همه چیز. هم میتونید اینها رو به بقیه تدریس کنید، هم میتونید اینها رو به بقیه به عنوان سرویس بفروشید. شما میتونید به بقیه بفروشید که مثلا براشون شماره بخرید، وریفایشون کنید، یوزرنیم های خاص رو توی تلگرام جمع کنید، توی کانال تلگرام بفروشید. پس کار مختلفی میتونید انجام بدید، فقط کافیه یه ذره تمرکز کنید رو تلگرام و قسمت مختلفش رو پیاده‌سازی کنید. و در مورد کریپتو استارز بهتون بگم که کریپتو استارز من واقعا تو ایران ندیدم، مثلا هیچ کس همچین ایده بتونه به سرش بزنه و چقدر درآمدش میتونه باشه. من فکر میکنم اگه شما کریپتو استارز بشید احتمالاً میتونه تا بین مثلا سالی $10,000 تا $100,000 براتون درآمد داشته باشه. یعنی این چیزیه که ما میدونیم درآمد داره. تا $100,000 هم نه، مثلا خیلی بیشتر هم احتمالاً داره، مثلا احتمالاً تا کشش $1,000,000 هم داره. اما با بسته به اینکه شما چطوری کار میکنید، با چه کیفیتی و تمام اینها، میتونه بین $10,000 در سال تا $100,000 براتون درآمد داشته باشه. احتمالاً دوره ارزونی هم نخواهد بود، پروداکت ارزونی نخواهد بود، سرویس مختلف داره، کوچ داره و چیزهای مختلفی که اول شهریور با منتظر کریپتو استارز باشید. حالا بیشتر در موردش میشنوید. همین. خیلی مراقب خودتون باشید. از تلگرام سعی کنید پول در بیارید. من این پی دی اف رو میذارم توی تلگرام بعد از وبینار و شما میتونید ببینیدش، استفاده کنید و مثل این بدونید که دقیقاً چه خبره تو تلگرام. مراقب خودتون باشید و منتظر کریپتو استارز هم. روزتون بخیر، به خدا نگهدار.